اگه جای همون آمارات من بگو من حاضر اینم گوگل میزنمش این همجا مردم من نشون میدم میگم من دروغ گفتم اسدالله راست میگه تو هم آمار آدرس چه بگو حاضر دولت همه جا الکترونیک دیگه من همین گوگل دا میزنم به مردم نشون میدم بیا گیجورا به کاویم که در تاجیکستان 2.5 میلیون 2 میلیون یا که 3 میلیون تا سینی هست یگان سوال نمیکنید همین گوگل میزنیم برای همه الماس یا تکوناتی آخه نمیدونی تو به سواد یوخی آقا تو سواد داری و رحمانوف سواد داره تمام دیگه مردمی که مخالفی رحمانوف هن اونا سواد ندارن من ترا گفته هستم که آدمایی که مثل زیدی رحمانوف گپ میزنن گوش کالی هم که سراسیمه میشه که میگو که کسی زیدی رحمانوف گپ میزنه او آدم سواد نداره برای شما رحمانوف 30 سال شد کلمه وای میگه هوایت تماما تفسیر که بوده که کلمه وای چی معنی داره بعد ایمن سواد طلب که فهمیدی تو من کلمه وای تصویر که چی معنی داره وای بعد ایمن تو چیز طلب که تو با سواد یا به سواد من عمیق ایتی به سوادم من نمیخوام به ایجا خدسنایی کنم دیگر وای من در این مادم وای موندست و بعد وای که همین قدر وای میشود وای میکنم کراتور وای کداد پولی وای قطع میگیرن نگیرن همین خیز وای میکنیم چه خیلی خواستن وای کردن برای قرضی وای گرفتن هیچ خوب کرده وای کردیم من باز از یکمی سپتامبر با وای میشود oysa با در نظر داشته وای هر یک کاری نه بی وای نمیشود تمام شرایطای وای در رفت با کمبودی از صاحب وای کرده وقتی خودی کارمندان کاروسه وای می تماما وای است چه مردم باید وای نکنند یکی برادر همین خیلی نتیجه کار باشه من یگان چی وایم نمیره فرزندش وای کردم بعدی همین قدر وای ندیدیم همین پروکراتورا وای نمیکند که نمیکنن که نه همین چیزا ما باید وقتی که وای میکنن وقتی که وای کنی ساختن گیرید خیلی مراجعت کنیم بعد وای میکنیم مرا داولا میکنیم وای میکنیم و قانونش میکنیم نه خود ما کاری دیگر وای نداشته باشیم که آدمانی وای داره تمام وای ده مسئول هستی پیتوی رقم 40 شهر لیواکند امروزه را ختم کردن